این زن خاصیت نام دارد و از او مادر ابو احمدی تاجیکی نام میبرند. عکسی جوانی که چند روز قبل با سبب هلاکتش در جنگ‌های سوریه در سامانه‌های اینترنتی نشر شد، شباهت خیلی نزدیک با فرزند این زن بختیار شرف دارد. در حالی که خبری مرگ بختیار نشر شد، مادر او در تنتنه‌های نوروزی شرکت داشت و تا هنوز هم از سرنوشت پسرش خبر ندارد. وکیل محله به خاطر آگاهی نیافتن از سرنوشت پسرش، صحبت ما با مادر بختیار را بر روزهای دیگر موقوف گذاشت، اما از بختیار توصیف کرد. در همه گذار ما زندگی میکنم، مثل در همه تربیت کلان شد. عجیبی همین مثل دیگه خوبیش دیگر در بچه خوب نمیشه. بچه مومن مسلمان بود، با همه معامله خوب داشت. این ماچی در مذاکرهش میخوند، یک کذا کار نداشت. این میدانچه بازی کودکی بختیار شرف در محله نهم شهری کولاب است. از این میدانچه خرد بازی تا میدانهای بزرگ جنگ سوریه او را چه اهدافی برده است هنوز معلوم نیست. تنها همین معلوم است که سال پیش او بر روسیه رفته بود و آخرین تماس با مادرش 2 ماه پیش بوده است. همه وقت در خانه با آدابانه رفتار میکرد، همیشه مادر خود را حرمت میکرد، این همسایه را حرمت میکرد. دویمو با کسی که با میخورد سلام علیک میکرد. قریب 1 سال زیاد شد که رفتگی دیگه ندیدیمش. بختیار 2 بار ازدواج کرده است و پس از ناکام شدن در آخرین ازدواج و شرایط ناخوب زندگی او راه روسیه را پیش میگیرد. تا زمانی سفر بر روسیه اطرافیان از او یک جوانی خوب و نمونوی توصیف میکنند. خیلی یک بار خانه‌دار شد، خیلی نصیب تقدیرش بوده است، بیچاره کودک نمی فرزند نیافتن. خیلی که جدا شدن، یکی سبب ولادت هر که خودش میدونه. و 2 مرتبه زن گرفت. خیلی دفعه هم 1 سال بانگام زندگی کردن، فرزند نیافت. خیلی مشکلی نمی خونه زندگی جور اومد بود روسیه. خیلی نمی روسیه در کل نمیدونه کی کشتهش یا کی مرده همونجا یا کی اگه اونجا رفته یا اکل ما نمیدونه. اینترنت هم میگه دیدن خیلی بسیار بیرون نمیبرم، بیشتر در خونه بودم. یکم مرتبه بیرون میبرم در بچه یک صحبت میکرد و تیز خونه میرفت. شبانه نمیگشت در کوچه مثل خیلی بچه هایی که در کوچه میگردن خیلی نبود. همه وقت در خانه با آدابانه رفتار میکرد، همیشه مادر خود را حرمت میکرد، این همسایه را حرمت میکرد. تمامی نزدیکان و تا حال مادر بختیار باور دارد که پسرش در روسیه است. این جوان هم در رویخط مقامات که موجودیت جوانان در کشورهای عربی را تصدیق میکند وجود ندارد. براستی درباره شرف بختیار من همچون مدیر بخش دینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب که یک سمتی کار ما بیوسته درباره برگرداندن اون جوانانی که در خارج کشور و تحصیلات غیر رسمی دینی فرا گرفته شدن می باشد و درباره این شخص که دیروز ما وارد اینترنت شدم و در سامانه آزادی عکسی همین شیر و بختیار را دیدم. روسیه در روی خط ما این نفر نیست، تازه ما دربارش آگاهی پیدا کردیم. مقامات با احتمال زیاد بر این باورند که این جوان در روسیه مخفی شده است و از اونجا به سوریه رفته است. ما نیت داریم که با خود خانواده همین شخص، مثلا با مادرش از پدرش است، صحبت بکنیم و بفهمیم که با کدام راه همین جوان به خارج کشور رفته است. مثلا اینجا فرضیه ها بعضی موقع میشه که شاید جوان از روسیه مثلا با معلوم نیست که دیگه راهنمایی که به کشور رفتن. کسی از همصحبتان ما با شرکت بختیار شرف با نام ابو احمدی تاجیکی در جنگ‌های سوریه و کشته شدن او باور ندارند و با جز سامانه مربوط به جنگیان خارجی سوریه این اطلاعات تا هنوز از جانب منابع دیگر نیز تصدیق نشده است. اما هم محلگان تصمیم داشتند تا مادر او را روزی آینده از درگذشت فرزندش آگاه کنند و مراسم درگذشت او را با شرکت نزدیکانش برگزار کنند. آنها مطمئنند که این عکسی در اینترنت نشر شده دقیقاً بختیار شرف است.